بعدی از ما. باز شما اونا رو تشویق کنه. شما را او دوست دیگه شما نه مالک شما گپ زنه خنده بینه وای کار خراب. مسئولی ادال سنگزور برگزار کردیم. در این جام 10 تیم اشتراک داشته در دو گروه 5 تیمه که در مرحله گروهی تمام شده که از هر گروه 2 تیم بالا ما از گروه الف 2 تیم از گروه بی هم 2 تیم. فعلا ما با مرحله یک چهارم نهایی که امشب بازی را برگزار شد، ان شاءالله بازی برگشت پس فردا شب برگزار میشه. پس فردا شب 5-3 پیروز شدیم. پیروز شدی. البته یک جام هم برای شما داده. ما بهترین بازیکن شدیم. آفرین یک جگه. تشکر. سلام و درود خدمت تمام بیننده های عزیز. خدا کنه که جور و خوشحال باشید. دوستای عزیز، امشب باز هم ما در خدمت شما قرار گرفتید در کریه سنگیزور. آماده باز هم تا یک گزارش ویژه به صف برسانید تا ببینید بازی های امسال البته چی رقم پیش میره. دوستا فعلا هم بازی داره، درگیر بازی است. بازونام گفتگو خواهید داشت. پس برنامه رو دنبال کنید، لایک سابسکرایب هم یاد شما نرود. تشکر از شما. دوستای عزیز، باز هم در خدمت شما قرار گرفتید. در کنار یک دوست عزیز هستی که امشب آماده به تماشای بازی ها. السلام علیکم برادر عزیز. بخیر جان، جورز بخیر، سلامت. تشکر، زنده باشی. نام زیباش ما چی بود؟ محمد صادق عظیمی از فرا. خب تشکر از شما. بی زحمت اگر یکم این طرف بستی که می دوستات رو در تصویر ببینه. سلامت باشی. خب ایر بر ما بگو که هر شب اینجا به تماشای بازی میایی؟ هر شب بازیکن‌ها میایم سر میکنیم میبینیم دیگه، چون همه بازیکن‌ها فراخ شما بهترین بازیکن‌ها. بله. باید تشویق کنیم. بله. ما و شما باید همینجا بیایم تشویق کنیم بازیکن‌ها را، چون بازیکن‌ها خیلی خوبی داریم. بله. خب ایر بر ما بگو که خود هم بازی می‌کنی یا نه؟ نه ما بازی نمی‌کنم، ولی به خاطر چی بازی نمی‌کنی؟ چون خود من اینجا کاروبار دکان دارم. خب دکاندار هستی، مشکلی نیست که بیایم خود خوش ما مثلا بیای بازی رو تماشا کنیم. نیم یک خیلی یک احساس خوبه. واقعا فضا خیلی خوب داره اینجا. فضا خیلی خوب داریم، چون دیگه باید بیایم تشویق کنیم دیگه. وقتی شب بیکار هستین دیگه باید بیایم ببین تشویق کنی، دوستا رو ببینی. اگر خود خوش ما ورزش کنی خیلی خوب میشه، به صحتمند میشه. شب باشگاه کاراته میرم دیگه، بدنسازی با کاراته میروم. خب تشکر از شما دوست عزیز، وقت شما رو بیشتر نمیگیریم. تشکر از شما. پیام شما به دوستا دیگه چی است؟ دیگه پیام ما همین است دیگه، باید همه جوانات بیای بازی رو تشویق کنه. شما را او دوست دیگه شما نه مالک شما گپ زنه خنده بینه. وای کار خراب. مشکل نیست. کار کنه خیر. اگر الان اینجا می بود با هم گپ میزدیم. خب خیر باشه. حالا او طور نه مالک تو گپ زدی. به خدا. تشکر از شما، قربان شما. دوستان عزیز، چند تا شات از زمینه فوتبال میبینی، باز هم در خدمت شما برمیگردیم. سلام و درود، باز هم در خدمت شما قرار گرفته بیننده های عزیز. در کنار جمع از جوانان قرار داریم که واقعا احساس خوشی داره اینا. با دوستی که پیشتر هم ما مصاحبه کرده بودیم، شب هم باز هم یک مصاحبه بازنامینی تا نظر از بشنویم که فعلا در زمینه فوتبال
چی احساسی داره؟ سلام برادر عزیز. علیکم السلام برادر. صحت خوب و بخیر؟ الحمدلله سلامت باشید زنده باشید. تشکر از شما. نام زیبا شما چی بود؟ عبدالناصر عظیمی. عبدالناصر عظیمی جان. خب برادر عزیز بازی‌ها رو به کجا رسوندی؟ بازی ها دیگه بین 4 تیم برگزار شده دیگه فهمیدید تک رفته برگشته. دیگه رفته برگشت هر تیم که برده که باز به فینال را پیدا می‌کنه. یعنی جام شما چی وقت است؟ جام دیگه حدوداً وقت خاص نداره 7 تا 8 8 تا 9 حدوداً هر وقت ساعت خالی باشه باز برگزار می‌کنه. خب تشکر از شما. در کنار یک دوستی هستی که امشب به نظر میام واقعا یک جام خوب به نظر من گرفته. ویترین بازیکن شه. ویترین بازیکن زمین. سلام برادر عزیز. بخیر سلامتی خدا کنه. سلامت باشید زنده باشید. نام زیبا شما؟ فقیر احمد احمدی می باشم. فقیر احمد امیدی جان. ببخشید برا احمدی. احمدی. خب آقای احمدی رو بر ما بگو که بازی‌ها رو تا چه اندازه برگزار کرد؟ بازی ها دیگه به گفت ناصر جان به 4 تیم رسیدیم ما بخیر. بازی رفته همیشه برگزار کردید ساعت 7 تا 8 دیگه با نتیجه 5-3 پیروز شدیم. پیروز شدی. البته یک جامی هم برای شما داده. ما بهترین بازیکن شدیم. آفرین یک شکر. تشکر واقعا جای افتخار است. دوستا فعلا خیلی آماده به تماشای بازی. دیگه پیام شما به دوستای دیگه چی است؟ ای دوستا کلا خاطر بازی ما آماده کردن بازی ما خوب بازی خلاص حال خاطر از بازی هم شیشته هم خوب بازی بد نه. تشکر از شما. خب پیام شما چی است به دوستای دیگه که ورزش دیگه دوستا پیام ما همی است که در کنار ورزش از بعد اخلاق را رعایت کنه. ورزش چیز خوبیه به صحت مفید می باشد. کوشش کنه که افگار نکنه خدا. بله. خب دوست عزیز تو یک چند کلمه درباره چمن بگو. چمن دیگه واقعا دیگه فوق العاده کمپینی همینطور خوب استاندارد جور شده و دوم از هم خوب منطقه خوبیه آب و هوای هم آب و هوا خوبیه فوق العاده خودی. از شلوغ بگو شلوغ چی رقم فعلا خود مارسی که ما اینجا پاس داده جانی که ما پیش جمعیت دیگه واقعا ساعت 9 بجه است باز تمام جمعیت است که بازی سمین بازی واقعا بازی جذابیه بازی خوبیه ان شاء الله. خب ازی بگو درباره نظافت دوستا که از اینجا زیاد هست نظافت دیگه یار ان شاء الله مراد مینه بازم دیگه بازم یکم احتیاط بکنه چیزی که امی تخمه که چیزی که میخور داخل یک پلاستیک کنه که خاطر که چمن کم در تازه بمونه مثل خانه خوش. بله. خب تشکر از شما. تشکر. دوستا عزیز چند تا شات میبینی باز هم در خدمت شما بر. دوستان عزیز باز هم در خدمت شما قرار گرفتیم. در کنار یک جوانی هست که فعلا مسئول این زمین است. السلام علیکم برادر عزیز. سلام برادر عزیز. خوش آمدید. شما خوبه؟ زنده باشید. تشکر از شما. نام زیبا شما چی بود؟ احمد. احمد جان برادر. احمد جان برادری رو بر ما بگو که بازیای فعلا اینجا چی رقم است؟ بازی که است داخل چمن عدالت سنگزور دیگه فعلا جام 10 تیم بوده دیگه حالا 6 تیم رفته 4 تیم مونده برادر. خب 6 تیم رفته. بازی نو اسب شده 8 تیم 6 تیم اسب شد 4 تا مونده برادر. خب ما خود اگه باز معذرت به فوتبال نمیفهمه به خاطر یه اسب به خاطر چی شده؟ از جام برکنار شد. خب از جام برکنار شده. بله. خب الان فعلا 4 تیم اینجا بازی داره. 4 تیم هم حال است که رفت و برگشت بازیشون شروع است دیگه. بعد از این امشب حالا قلعه فریدون خیلی قهرمانان سنگزور بازی کرده که فعلا هم عدالت اتحاد سنگزور امرای میوند شوراباد بازی داره. خب تشکر از شما. ایر بر ما بگو که فعالیت شما ساعت چند تا چند اینجا است؟ از صبح شروع میشه تا 12 بجه شب. تا 12 شب یعنی روز هم بازی داره؟ روز بازی نمیشه. از صبح 1-2 ساعت بازی میشه باز متوقف میشه دیگه گرم نمیشه بازی. خب گرم است. 6 بجه عصر شروع میشه تا 12 بجه. خب ایر بر ما بگو که هر دوست مثلا میتونه اینجا بیا بازی کنه. بله در خدمت تمام دوستان. خب شما فعلا جام داره ساعت چند تا چند جام؟ 2 ساعت جام است از 7 تا 8 از 8 تا 9. خب جام از بعد از اون دیگه هر دوست مثلا میتونه بیا اینجا بازی کنه. خب واقعا جای افتخار است برای ما در کریه سنگزور. ما دوستا فعلا میبینی که هر چی دوست هست آماده اینجا جمع شده. خیلی یک فضای خوب است دیگه. فضای خیلی عالی داره. دوستا بازی مینه دیگه. پیام شما به دوستای دیگه چی است که مثلا فوتبال کنه دیگه ورزش کنه؟ از این سبب ما بگو. پیام به جوانانی است که ورزش کنه از راهایی که مثلا اونا رو از راه بیراه میکنه بیای ورزش کنه بهتر است. بله ورزش چیز خوبی است. برادر عزیز این بر ما بگو که آدرس فعلا اینجا کجاست؟ آدرس سنگزور پلوی سرای حاجی دولت خان. خب
تشکر از شما، بیشتر وقت قربان شما رو نمیگیریم. سلامت باشید. قربان شما. زنده باشید. سلامت باشید. دوستان عزیز، یک چند تا شات از زمینه فوتبال می‌بینی، باز هم در خدمت شما برمیگردم. باز هم دوستان عزیز در خدمت شما قرار گرفته در کنار داورجان مسابقات جام است. دیگه سلام برادر عزیز. سلام استاد، خوب هستی؟ بخیر، صحت شما خوبه؟ الحمدلله. سلام به شما، سلام به بیننده‌های محترم شما. تشکر از شما. صحتمند باشی. نام زیبا شما چی بود؟ اسم گل احمد عزیزی، مسئول برگزاری جام اتحاد در چمن مصنوعی عدالت سنگیزور. تشکر از شما. خب ایر بر ما بگو که بازی‌های جام چی رقم است؟ خب ما جام را تحت عنوان اتحاد بین ورزشکارا در چمن مصنوعی عدالت سنگیزور برگزار کردیم. در این جام 10 تیم اشتراک داشته در 2 گروه 5 تیمه که در مرحله گروهی تمام شده که از هر گروه 2 تیم بالا ماده، از گروه الف 2 تیم، از گروه بی هم 2 تیم. فعلا ما با مرحله 1/4 نهایی که امشب بازی را برگزار شد، ان شاءالله بازی برگشت پس فردا شب برگزار میشه. پس فردا شب. واقعا جای افتخار از جمعیت هم خیلی زیاده اینجا. همچو مسابقات، همچو تفریحگاه‌ها باعث میشه که جوانان ما شما رو بیاره به ورزش، از دیگه کارهای بعد زشت مواد مخدر و بیهوده و راه اینا. ما بسیار افتخار می‌کنیم که بله، خود من واقعا افتخار می‌کنم. همچون تماشاگرها داره و لذت می‌بریم از فوتبال و همچنان دیگه جای بسیار خوشحالی است. تشکر از شما. دگیر بر ما بگو که فعلا خود هم اینجا بیس داور هستی اگه فقط سرپرستی بازیکنای؟ قبلا هم به شما تذکر دادم که ما مسئول برگزاری جام هستیم، یعنی این مسئولیت این جام ان شاءالله تا وقتی که از شروع تا افتتاح تا ختم میدیم. مسئولیت همه چیز به دوش منه، ان شاءالله بتونه یک جام خوب منظم بر تماشاگرها و بر بیننده داشته. خب تشکر از شما دیگه، خیلی میبخشی. مخو به فوتبال واقعا دوست دارم، چند وقتی که اینجا میام میبینم واقعا خیلی ساز خوشحالی داره. ورزش چیز خوبه، آدم صحتمند میمونه. دیگه خود من فوتبال زیاد نکرد، به سیستم فوتبال نمیفهم، مگه به بعد خود من خیلی خداعت کرد که فعلا فوتبال کنه دیگه، رو بیاره به فوتبال، ولی زیاد به فوتبال نمیفهمم به سیستم از دیگه. تشکر از شما، وقت شما رو هم زیاد نمیگیرم. پیام اخیری شما با دوستا چی است؟ بعضی دوستا که مثلا میان اینجا به تماشا، مثلا به حساب نظافت از چمن از چیزا بر ما چند کلمه. اول خود تشکر از شما که تشریف آوردی، چمن حضوری پیدا کردید، ثبت کردی ویدیو. تشکر از شما تشکر. دوم از تمام دوستا و جوانان خواهش می‌گی است که به ورزش رو بیاره، چی ورزش، چی فوتبال با چی بسکتبال چی والیبال، بر صحتمندی خوبه، از کارهای غیر اخلاقی شما دوری مینه. ان شاء الله همگی به ورزش رو بیارید تا ما شما همیشه صحتمند و سالم بمانید. تشکر از شما، قربان شما. دوستای عزیز، یک چند تا شات هم باز هم می‌بینیم، باز هم در خدمت شما برمیگردیم.